بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به یه لایو دیگه از لایو های 40 قدم تا رسیدن به حال خوب. انشالله که هر آنچه که میگیم مورد رضایت مهدی فاطمه باشه. انشالله آقا و مولامون به قلبهامون عنایت بکنه، چرا که اثرگذاری دست امام زمان علیه السلامه. هر کی تو زندگی حال خوب میخواد، نشاط میخواد، سرزندگی میخواد، باید توسل پیدا بکنه به مهدی فاطمه و از آقامون بخواد که آقا کمکش بکنه. برای همین قبل از شروع لایومون طبق روال همیشه دستهامون رو به دعا بلند میکنیم، دعای سلامتی امام زمان رو با هم زمزمه میکنیم و بعد انشالله لایومون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوعی که ما از دیروز شروع کردیم خدمت شما و چقدر موضوع مهمیه، موضوعی است به نام تعادل در زندگی. گفتیم اگه کسی بخواد موفق باشه نیاز به تعادل داره. نمیشه یه جنبه زندگی رو ببره جلو، یه جنبه دیگه بمونه روی زمین. نمیشه توی کارش موفق باشه اما تو روابطش با فامیلش افتضاح باشه. این آدم موفقی نیست. دقیقاً میدونید مثل چی میشه؟ عین کاریکاتور میشه. کاریکاتورها رو دیدید؟ کله ها رو بزرگ میکشن، دست و پا رو کوچیک میکشن. ما که نمیخوایم اینجوری زندگی بکنیم. ما میخوایم همه جنبه های زندگی رو حواسمون بهش باشه و همه جنبه ها رشد پیدا بکنه. خیلی خوب. حالا با توجه به این مقدمه که دیروزم خدمتون عرض کردیم، گفتیم که تعادل 3 تعریف داره. ای که من اهل افراط و تفریط نباشم، حواسم به اولویت‌های مهم زندگیم باشه و سرعت یک نواختی رو داشته باشم. یه جا اهل محبت کردن نباشم، باز یه روز کلن بی خیال خونه و زندگی و همه باشم. یه روز نمیدونم حواسم به همه چی باشه، یه روز کلا به هیچ توجه نکنم. نه، تعادل یعنی سرعت یک نواخت. بیایم از این به بعد سرعت یک نواخت تو زندگیمون داشته باشیم. خیلی زندگی رو شیرینش میکنه. این تعریفای بود که خدمتون عرض کردیم و بعد گفتیم اگه کسی میخواد زندگیشو محک بزنه، ببینه چقدر اهل تعادله، 6 تا تست ما دیروز ازتون گرفتیم. گفتیم این 6 تا بسنجیم ببینیم آیا ما تو این 6 موقعیت تعادل رو حفظ میکنیم یا نمیکنیم. اون 6 تا کجا بود؟ فقط فهرستشو بهتون بگم که امروز خیلی حرف دارم براتون. 1 گفتیم تعادل در خورد و خوراک، تعادل در تغذیه رعایتش بکنیم، تعادل در محرکه های زندگی. یکی منو عصبانی کرد، من یهو به هم نریزم، یهو قاطی نکنم، همه چیو خرابش بکنم. تعادل در ارتباطات، یهو درونگرای افراطی نشم، باز یه روز برونگرای افراطی. نه، حفظ تعادل باید بکنم. مورد بعدی تعادل در عبادت کردنه که اینم مفصل باز دیروز خدمتون توضیح دادیم. تعادل در کار، گفتیم کسایی که جنون کار کردن داشته باشن 3 آسیب جدی به زندگیاشون میزنن و توضیحاتشو مفصل خدمتون دادیم. حالا از الان میخوایم وارد بحث لایو امروزمون بشیم، وارد بحث جدیدمون بشیم و بگیم چرا بعضی از آدما تعادل ندارن تو زندگیاشون. دیدید بعضیا کلا یا از این ور پشت بام میافتن یا از اون ور میافتن، یا انقدر اهل محبت میشن به بچه هاشون که میچلوننشون، میبوسنشون و انقدر خدمات میدن، پول میدن، نمیدونم خونه میدن، همه امکانات رو به بچه هاشون میدن، باز یه موقعیتی هم میشه هیچ توجهی به بچه هاشون ندارن. ما چجوری تو حد تعادل زندگی بکنیم؟ چرا بعضی ها تعادل ندارن؟
4 تا ریشه داره، 4 تا علت داره. این 4 تا نکنه تو زندگیامون باشه. اگه این 4 تا تو زندگیامون باشه، ما هم تو زندگیامون تعادل نداریم. شماره 1، اولین علتیه که زندگی هامون از تعادل خارج میشه، چون جهل داریم نسبت به اولویت های زندگیمون و بعد عاقبتش هم نمیسنجیم. عاقبت این که اولویت ها رو نمیدونیم چیا تو زندگی ما مهمه، بگیم هر چه پیش آید خوش آید. وقتی اولویت ها رو ندونیم، عواقبش هم ندونیم، زندگیمون از تعادل خارج میشه. مثلا مثال بزنم، آیا شما ارزش های زندگیتون رو میدونید چیه؟ چیا توی زندگی من خیلی مهمه؟ آیا میدونید اونا چیه؟ اگر میدونید خیلی عالیه، بابتش هم وقت میذارید. اما اگر ندونید دخترت چقدر تو زندگی براتون مهمه، پسرت، حفظ پسرت چقدر برات مهمه، بعد میدونی آخر عاقبت چی میشه؟ این که بچت یهو به هوش میای میبینی از دستت رفت. خب من داشتم واسه کارم زحمت میکشیدم تقی‌زاده، میدونم داشتی زحمت میکشیدی، اما یکی از اولویت های زندگی تو خانوادت بود. چرا خانوادت تو فراموشش کردی؟ تو خیلی اهل کار بودی، خیلی داشتی به علاقت میپرداختی. من زمانی که اولویت ها رو ندونم نسبت به چیزایی که خیلی مهمه، غفلت میورزم، فراموششون میکنم، بهشون نمیپردازم. بازم مثال بزنم براتون. آقا خانواده شما چقدر قیمت داره؟ زندگی شما چقدر واسه شما ارزش داره؟ میگی خیلی ارزش داره. خب ببخشید، اگه خیلی واسه تون ارزش داره، چقدر بابت زندگیاتون دارید خرج میکنید؟ چقدر بابت مهارت‌های ارتباط با خانواده‌تون دارید خرج میکنید که یاد بگیرید؟ بگو هیچی خرج نمیکنم، مفتکی میخوام همه چی خوب و خوش و خرم باشه. خب پس نمیشه، تو اولویتشو نشناختی. من بارها بهتون گفتم هر ماه یه بودجه ای رو بذار کنار، بگو این بودجه پولی فقط مخصوص آموزش دیدن منه، یا میرم باش کتاب میخرم یا میرم باش کلاس آموزشی شرکت میکنم. این بودجه برای آموزش منه. بگو واقعا مهمه. ببخشید، پس چرا من خدای نکرده یک وقت مریض بشم یا عزیزانم یک وقت مریض بشن، نمیریم مراجعه بکنیم به دکتر؟ هممون میریم مراجعه میکنیم به دکتر. لطفاً اونه که توی لایو نشستید به من بگید یه دستروبوسی با دکتر، یه احوال پرسی با دکتر، ویزیت دکتر، نمیدونم داروهای دکتر، یک خرج سرم و آمپول زدن، خدا نکنه بخواد نمیدونم آزمایشگاه بخوای بری، نمیدونم یک مثلا فیزیوتراپی هم بخواد بری، یک مثلا آندوسکوپی هم مثلا بخوای بری، یکی هم به این اضافه بشه. لطفا من بگید خرج اینا چقدر میشه؟ خرج یه سرماخوردگی ساده الان 400 500 600 700 هزار تومان میشه. از 400 هزار تومان شروع میشه، برو تا 700 800 هزار تومان، فقط یه سرماخوردگی کوچولو. اگه یه کمی جدی‌تر باشه دیگه برو بالا 1 2 تومن. خب بگو خرج نکنیم، چرا باید هم خرج بکنیم؟ برای سلامتیمونه. اما چرا برای سلامت خانواده‌مون حاضر نیستیم 1 تومن 2 تومن ماهانه خرج بکنیم؟ آقا من میخوام واسه حفظ خانوادم 2 تا کتاب بخونم، برو هزینه‌اش بکن. من وقتی اولویت ها رو ندونم، بعد دیگه اصلا حواسم به زندگیم نیست، حواسم به این که باید براش خرج بکنم نیست. بابا من میرم مسجد، من بارها بهتون گفتم با بچه هاتون میرید مسجد، برای بچه هاتون یک بستنی بخرید، برای بچه هاتون یه دونه شکلات بخرید، برای بچه هاتون یه دونه کیک بخرید. تقی‌زاده پولش از کجا بیاریم؟ بابا این پولی که باید خرج بکنی. اینا صرفه جویی نیست، اینا نمیدونم بگی بذار پس انداز بکنم نیست. اینی که میری بچه تو تشویق میکنی به خاطری که نماز خونده، این خرجی که باید انجامش بدید. این از واجبات زندگیه. میخوای خرج کمتر باشه، باش یه دونه شکلات براش بخر. میخوای خرج کمتر باشه، نمیدونم یه دونه بادکنک براش بخر. یه چیزی براش تهیه بکن، بذار تشویق بشه برای این کار خیر، برای این کار خوب. این خرج واجب زندگیه. حالا یکی اولویت ها رو نمیدونه، میگه ولش کن. نه بابا، چرا باید هزینه بکنیم واسه همه کار؟
این خیلی مسئله مهمی. اما ما چیکار کنیم از حد افراط و تفرید خارج نشیم؟ لطفاً اولویت ها رو تو زندگیتون بدونید. اولویت یک من کار من نیست، اولویت یک من نمیدونم شکم بچه هام نیست، اولویت یک زندگی من فکر بچه هامه، ذهن بچه هامه، روحیه بچه هامه. چرا باید بچه هامو هر روز من دعواشون بکنم؟ یا مشکل از بچه هامه یا مشکل از خودمه، یا برم روی خودم کار کنم، یا برم مشکل کنترل خشممو مهار بکنم، یا برم نسبت به ارتباط با بچه هام یک آموزشی رو ببینم، یه مهارتی رو اضافه بکنم. و شمایی که اهل دیدن آموزش هستید، شمایی که اومدید توی لایف، من به شما تبریک میگم. شماها این اولویت مهم رو فهمیدید، اصلا واسه همین تو لایو منید، واسه همین اومدید هر روز دارید آموزش ها رو میگیرید. نوش جان شما. این پس شد شماره 1. شماره 2، چرا ما زندگیمون از تعادل خارج میشه؟ دومین علت به خاطر عقده های روانی مونه. خیلی ما عقده های روانی ممکنه داشته باشیم. مثلا مثال بزنم، آقا من بچه بودم، خب مثاله، یه شکلات میخواستم بابام برام بخره، انقدر زجه میزدم، انقدر گریه میکردم، انقدر بالا و پایین میپریدم که بابام برای من یه جوری شکلات بخره. ما میخواستیم بریم اردو، انقدر خواهش، تمنا، گریه، زاری که مثلا به من پول بدید، من میخوام با مدرسه برم اردو. بعد من که این آسیب ها رو دیدم میگم بذار من بچه دار بشم، انقدر به این بچم شکلات بدم که دیگه صبح و ظهر و شب شکلات بخوره، نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره، هرچی خواست براش مهیا میکنم. اینا میشه عقده های روانی. و بعد اینها انقدر بچه های ما رو بد بزرگ میکنه، چون نمیخوام دردایی که من کشیدم اونم بکشه دیگه، بچه ما انقدر بد بزرگ میکنه که حد و اندازه نداره. این غلطه. نه رفتار پدر من درست بوده، نه رفتار من الان درسته. و شماره 3، چرا ما زندگیمون از تعادل خارج میشه؟ سوم، به خاطر ترس‌های خیالیه. ترس‌های خیالی چیه تقی‌زاده؟ خوب گوشش بکنید. ترس‌های خیالی میگه من به خاطر یه سری ترس‌های بی خود و بی جهت توی ذهنم همش به همسرم، به بچم شک میکنم و بعد به خاطر شکی که توی ذهنم کردم شروع میکنم دعوا را میندازم. من فکر میکنم حالا که خیانت زیاد شده پس همسر منم داره بهم خیانت میکنه. حالا که من شنیدم چقدر روابط بین محرم و نامحرم زیاد شده، پس یهو که شب بیدار میشم میبینم همسرم سرش تو گوشیشه داره با یکی گفتگو میکنه و چت میکنه، پس حتما این دیگه داره به من خیانت میکنه. بابا کی همچه حرفی رو زده؟ شاید داره کاراشو انجام میده، شاید داره یه چیز مطالعه میکنه، شاید اصلا داره ول میچرخه. کی گفته هر کی دیر اومد خونه پس یعنی آره؟ هر کی داره یواشکی حرف میزنه پس یعنی آره؟ هر کی من یه چیز مشکوک تو ماشین شوهرم دیدم پس یعنی آره؟ کی همچی حرفی رو زده؟ ترس‌های خیالی باعث این میشه که ما زندگیمون از مرز و تعادلش خارج بشه. من دیشب داشتم، من خودم خب میشناسید منو، نمیرسم معمولا، وقت نمی کنم که بخوام پیام‌هایی که بهمون هر روز میفرستن و خودم بخوام هر روز چک بکنم. معمولا مسئول داریم، مشاور مجموعمون میاد معمولا پیام‌ها رو چک میکنه. حالا این به کنار، گاهی وقتا هر از گاهی خودم پیام‌هایی که شما برای من میفرستید و من خودم چک میکنم. دیشب داشتم با یکی صحبت میکردم، میگفت من هر شب کارم گریه است، هر شب نمیدونم اعصابم به هم ریخته است. گفتم چرا؟ گفت به خاطری که بعد از 20 سال، بعد از 30 سال همسرم داره بهم خیانت میکنه. گفتم خب بابا اگه داره بهت خیانت میکنه راه داره، آموزش داره، تو برو یاد بگی چطور با همسری که این مدلی است رفتار بکنی. گفت نه آخه مشکلت خیانت نیست دیگه، اصلا کلا همسرم همه چی رو ول کرده، از خونه رفته بیرون. گفتم بابا قلق همسرتو یاد بگیری. چرا ماها عرضم به خدمتتون که وقتی یک مشکلی رو داریم روی اون مشکل وای نیستیم؟ مشکل تو زندگی همه پیش میاد، مهم عبور از این مشکله. ما نمیخوایم از مشکلاتمون عبور پیدا بکنیم، بعد میخوایم تو همون مشکله بمونیم، بعد میگیم چرا خب درست نمیشه اوضاع زندگی من. بابا تو زندگی تو از حد تعادل خارجش کردی، تو زندگی تو داغونش کردی، بعد درستش هم نمیخوای بری بکنی.
اینم عرضم به خدمتتون که به یه بار وظیفت رو یاد بگیر، تمامش بکن. آقا من وظیفه‌مو یاد بگیرم نسبت به همسرم، نسبت به فرزندم، نسبت به اطرافیانم که عرضم به خدمتتون که مشکلی از این بابت واسم پیش نیاد. اینم علت سوم و چهارم چرا زندگی ما از حد تعادل خارج میشه. به خاطر شهوته. شهوت چی؟ شهوت کار کردن، شهوت نمیدونم برونگرایی. اصلا شهوت یعنی چی؟ یعنی شهوت افراطی، یعنی سیر نشدن. هر چی میرم جلوتر این آب دریا میمونه واسم، سیر نمیشم. خب چیکار کنم که جلوی این شهوتام رو بگیرم؟ یه چیزم بهتون میگم، حالا راه درمانش هم باز بهتون میگم جلوتر. چیکار کنم؟ آدمایی که این مدلی هم هستن بیرونشون خیلی خوشگله. مثلا یکی از خیلی رفیق بازه، خب اینقدر میره واسه رفیقاش وقت میگذاره، اینقدر نمیدونم میره واسه رفیقاش کادو میخره، هدیه میبره، مهمونشون میکنه، غذا میرن با هم دیگه میخورن. بعد درونش ولی خیلی زشته. درونش چیه؟ این به یه جای دیگه داره آسیب میزنه که اینقدر رفیق بازه. من یه مورد مشاوره‌ای داشتم، یه آقای طلاهای خانمش فروخته بود، رفته بود خرج رفیقاش کرده بود. سرمایه گذاری زندگیشون رو طلاهای خانمش فروخته بود، رفته بود با رفیقاش مسافرت، خرجشون رو دادن. خب چرا؟ چون فقط میخوام اینا به من بگن این چقدر لارجه، این چقدر نمیدونم بذل و بخشش داره. اینم عرضم به خدمتون که چهارمین ریشه اینیه که ما تو زندگی هامون از حد تعادل خارج میشیم. 2 هشدار مهم بدم، بعدشم بریم سراغ راه درمان. هشدار شماره 1، خانم و آقایان محترم، ما تو بحث گناه تعادل نداریم، تو کار غلط ما تعادل نداریم. مثلا میگه آقا خب دیگه تقی‌زاده الان 2 روز داره لایو تعادل رو میره، میگه زندگیاتون رو تعادل کنید، نه کم نه زیاد. پس ما که میخوایم مشروبم بخوریم دیگه تعادلش رو باید حفظ بکنیم. میگیم یعنی چه تعادل در مشروب خوردن؟ میگه یعنی این که نه اینقدر کم بخوریم که گرمم نشیم، نه اینقدر زیاد بخوریم که قاطی بکنیم و همه چیو خرابش بکنیم، نه تعادلش حفظ بکنیم. این غلطه. آقا ما تو گناه، تو کار غلط که تعادل نداریم که. کار غلط صفره، ابدا نباید انجام بشه. مثلا میگه که آقا مردم آزاری هم میخوای بکنی دیگه تعادلشو حفظ بکن دیگه، اینقدرم دیگه کمم نه که زندگی هیجان نداشته باشه، اینقدر زیادم نه که دیگه برات آسیب درست بکنه. آقا مردم آزاری صفره، گناه اصلا به کلی باید ریشه کم بشه. تو کار غلط، تو کار اشتباه تعادل ما نداریم. نمیدونم فوشم میخوای بدی، نه دیگه صبح تا ظهرت همش فوش باشه، نه که دیگه حالا کلا بدون فوشم باشی، یه 3-4 تا فوش، اونم در حد مثلا اونه که حالا حرفه‌ای هستن تو لایو ما، در حد همین معمولیا، همین 3-4 تا رو به بچت بده، اشکالی نداره، طوری نیستش. آقا تو رو به خدا گناه، کار غلط، کاری که اشتباهه باید صفر بشه. تعادل ما نداریم تو کار غلط. این شماره 1. شماره 2، نکته شماره 2، ملاک عرضم به خدمتون که لذتم عرف نیست، ملاک عقل و شرعه. یعنی چی؟ مثلا منو ببینید، یکی میاد به شما میگه بابا بس دیگه، این قدم نمیخواد حجاب داشته باشی، چادرتو حجابتو صفر گرفتی، یکم باز بسا لذت ببریم. شما هم بگی خب نه دیگه در حد تعادل. نه، ملاک عرضم به خدمتون که کار خوب عقل و شرع ماست. خدا داره به من چی میگه؟ آقا دیگه بس دیگه، هر روز نماز خستمون کردید اینقدر شما دیگه. بابا ملاک حرف دیگران که نیست، ملاک توی این مسائل عقل منه و حرف خدای منه. اینم 2 هشداری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اما بریم حالا سراغ راه درمان. آقا ما زندگیمون از تعادل خارج شده، ما اینقدر زود عصبی میشیم، ما اینقدر زود به هم میریزیم، ما حالمون یهو بد میشه، یهو افسرده میشیم، یهو باز با نشاط میشیم. اصلا تعادل نداریم توی زندگیمون.
تقی‌زاده بگو چی کار بکنیم؟ 10 دقیقه بیشتر از لایوت باقی نمونده. 5 تا راهکار میخوام بهتون بگم که لطفاً با این 5 تا انقدر زندگیاتون رو خوشگل و شیرینش بکنید که حد و اندازه نداشته باشه، زندگیاتون باقلوایی بشه. شماره 1، هر کی میخواد تو زندگیش تعادل داشته باشه، تو زندگیش حالش خوب باشه، اولین کاری که انجام بده شماره 1 شناخت دقیق حد و مرزها رو پیدا بکنه. ببینید آقا من زمانی میتونم توی جاده حرکت بکنم که بدونم اینجا جاده است، اینجا خاکیه. اگه من نشناسم یهو میرم تو خاکی دارم میرم، بعد میگم خب دیگه خاکی هم دیگه جاده است دیگه. بابا نه، حد و مرز اونجا نیست، حد و مرز اینجاست. آقا من چیکار کنم؟ نه از این ور پشت بام بیفتم، نه از اون ور پشت بام بیفتم، نه به بچم انقدر سخت بگیرم، نه که کلا ولش بکنم. چیکار کنم؟ لطفا وظیفتون رو بشناسید. آقا وظیفه رو یاد بگیرید، حد و مرزها رو یاد بگیرید. حد و مرز شادی چقدره، حد و مرز غم چقدره، حد و مرز دوستی چقدره، حد و مرز کار کردن چقدره، حد و مرز معاشرت چقدره، حد و مرز نمیدونم تفریح چقدره. برو یادش بگیر. حد و مرز آزاد گذاشتن بچه ها چقدره، حد و مرز ارتباط با همسرم چقدره. خب اینا رو باید برم یادش بگیرم. نمیشه که یاد نگیرم، آموزش نگیرم، بعد بگم منم دوست دارم زندگیم تو تعادلش باشه. نمیشه. زمانی متعادل میشه که من وظیفه‌مو برم یاد بگیرم. خیلی خوب. حالا خب بگو تقی‌زاده از کجا برم یادش بگیرم؟ معلومه از متخصصش باید یاد بگیرید. از متخصصش باید یاد بگیرید. آقای متخصص، من برای خانواده‌ام چیکار بکنم؟ شما که اینقدر خانواده رو داری نمیدونم خوش و خرم میکنی، اینقدر داری کمک میکنی، شما بگو من چیکار بکنم؟ آقای مشاوری که من تو رو خدا دنبال هر مشاوری نرید. ما یک پژوهشی داریم به نام تأثیر مشاوران در طلاق خانواده ها. گاهی وقتا مشاور سبب این میشه که اصلا شما طلاق بگیری. اصلا زندگی شما نیاز به طلاق و جدایی و این مشکلات نبود، اما اون مشاور این دامو انداخت، این مشکل انداخت که مشکلات شما بیشتر بشه. برو پیش مشاور متخصص، برو از یک آگاهش یاد بگیر. آقا ببخشید شما که داری واسه زندگی راهکار میدی، نتیجه های موفقم داشتی، دیگرانم اومدن پیشت مشاوره و موفق بودن دیگرانم، شما بهم راهکار بده. این خیلی مهمه. یا مثلا یکی میاد به من میگه تقی‌زاده وسواسی شدی یا؟ بگم برو بابا، کی میگه من وسواسیم؟ من وسواسی نیستم. نه من این کارو نمی کنم. من اگر دیگران به هم بگن وسواسی شدی به عنوان یک تلنگر حساب میکنم، میگم نکنه حرفش درست باشه، میرم مراجعه میکنم به متخصص، میگم آقای متخصص لطفا من میگید آیا من با این کاری که دارم انجام میدم من وسواسیم یا وسواسی نیستم؟ پس تلنگر دیگرانم روش حساب باز بکن، اما باید مراجعه بکنه به متخصص. این شماره 1 تا اینکه زندگیاتون تو حد تعادلش باشه. واسه همین میگم واسه زندگیاتون خرج بکنید، کتاب بخونید، مطالعه بکنید، پیش مشاور برید، کلاس آموزشی شرکت بکنید. این شماره 1. شماره 2، وای حالا رسیدم به جای خوشگلش. دومین راهکار برای که زندگیامون تو حد تعادل خودش باشه بودجه بندی زمانی و مکانیه. ببینید چرا من اونقدر کار که از همه جای دیگه باز میمونم؟ چون اصلا واسه کار خودم بودجه بندی نکردم. با من 24 ساعت در روز بیشتر وقت ندارم. خب یه زمان رو باید بذارم واسه کار کردنم، یه زمانی رو باید بذارم واسه خرید رفتنم، یه زمانی رو باید بذارم واسه تفریح کردنم. اگه زمان نذارم واسه اینها زندگی من از تعادل خارج میشه. یهو میبینی 3 روز فقط تو بازاری، یهو میبینی 3 روز ارزم به خدمت توی که داری یه کاری رو انجام میدی. نه، بودجه بندی زمانی و مکانی بکن. تقی‌زاده بهمون یاد میدی چطور بودجه بندی زمانی مکانی بکنیم؟ معلومه که بهتون یاد میدم. من اصلا اومدم اینجا نشستم که به زندگی شما کمک بکنم. من عاشق این هستم که به شما کمک بکنم.
از همه کار و نمیدونم فعالیت‌های خودم، خیلی از فعالیت‌های خودم گذاشتم کنار که برسم به این لایو ها، مطالعه‌شو بکنم، برای شما محتوای درجه یک آماده بکنم که شما زندگیاتون خوش بشه، شماها لذت ببرید از زندگیاتون. واسه همین فایل امروز هدیه‌مون میخوام بهتون 3 تا تمرین بدم که بتونید به همه کاراتون نظم بدید، همه کاراتون رو ریل بندازید، یه کار عالی و با نشاط و درجه یک انجامش بدید. آقا چجوری؟ حالا بهتون تو فایل هدیه‌ای که آخر لایو کدم بهتون میگم برید از کجا برش دارید فایل هدیه‌مون رو دریافتش بکنید. 3 تا تمرین میخوام بهتون بدم که کاراتون به شدت منظم میشه، یعنی بودجه بندی زمانی و مکانی رو کامل بهتون یادش میدم. اینم شماره 2، شماره 3. سومین کاری که انجامش بدید، لطفاً تمرینش بکنید. آقایون خانمای محترم، شاه کلید تمرین کردنه. من میخوام دوچرخه سواری خوبی رو داشته باشم. چجوری دوچرخه سوار خوبی باشم؟ یادتونه؟ بله، عرضم به خدمتتون که یادتونه وقتی که ما کودک بودیم برای دوچرخه های ما میومدن کمکی میذاشتن که ما تو تعادل باشیم، باید تمرین بکنیم. یا بازم براتون مثال بزنم، خوب صدای منو داشته باشید. بند بازار دیدید روی یک بندی راه میرن؟ روی یک بندی داره راه میره، اما برای حفظ تعادلش باید یک میله رو بگیره. هر وقت خواست از این ور بیفته دوباره این میله رو از این وری کنه دوباره بیاد سر جاش، خواست از این ور بیفته میله رو از این وری کنه دوباره حفظ تعادل بکنه. بند بازم یک میله دارن برای تعادل خودشون. شما هم باید یک میله داشته باشی واسه تعادل زندگیت. آقا این میله چیه؟ تمرین تمرین تمرین. بله، عرضم به خدمتتون که شاه کلید کار تمرین کردنه. اینم شماره 3 و شماره 4. حالا دیگه باید اینجا حرف زیاد داشتم اما زمانم داره میگذره. شماره 4 تعادل کمک میطلبه. تعادل کمک میطلبه. من باید از یک آدم متخصص کمک بگیرم، باید از یک آدم خبره کار کمک بگیرم، بدونم مسیر راه چیه. اگه کمک نگیرم، عرضم به خدمتتون که باز اینجا از تعادل خارج میشم. و شماره 5 توجه به نقش‌های مهم زندگیه. یعنی چی؟ یعنی بشینم بنویسم بابا من پدرم، من پدر که هستم فرزندم هستم، من فرزند که هستم همسرم هستم، من همسر که هستم شاغلم هستم. باید به همه جنبه های کار بپردازم. اگه به همه جنبه های کار نپردازم، یا ببینی یکی توش افراط میکنم یکی هم توش تفریط میکنم و تو زندگیم حال خوشی رو ندارم. خیلی ممنونم از شما که امروز توی لایو ما بودید. 1 هفته از لایو هامون گذشت. شنبه اول هفته شروع کردیم، امروز 5 شنبه است دیگه. قدیمی های لایومون میدونن ما جمعه ها لایو نداریم، فردا جمعه ما لایو نداریم. انشالله لایو بعدی ما میره برای کی؟ برای روز شنبه که انشالله در خدمتتون هستیم انشالله. کد قرعه کشی امروز ما عدد 50. کد قرعه کشیمون یه بار دیگه میگم عدد 50. لینکو واسه دوستان ایتاییمون بعد از ایتا میذاریم براشون، واسه دوستان الوکاممونم لینکو براشون که پین کردیم مجددا براتون لینکو میذاریم. لطفا وارد لینک بشید، عدد 50 رو وارد بکنید. بعد از اون آخر این فرممون یه دونه کانال ایتا هست، عضو اون کانال ایتا میشید. آخرین پیاممون هدیه رو دریافتش میکنید. 3 تا تمرینه برای بودجه بندی زمانی و مکانی که به شدت به کاراتون نظم میده. اینم از عرضم به خدمتتون که موضوع امروز لایومون. ایشالله که حالتون خوب باشه، زندگیاتون درجه 1 و امام زمانی باشه. خیلی ممنونم که امروز تو لایومون بودید. انشالله روز شنبه در خدمتتون هستیم. یا علی مدد. التماس دعا دارم از همتون. خدا نگهدارتون.